سلام اچلیا، خوش اومدیم به چنل آرکیو. آره بچه ها، امروز اومدیم که با یه ترید بدون مللی میخوایم باهاتون در کنارتون باشیم و خدمتتون باشیم. بله اینترنشنال شده. میخوایم با این قضیه کیکه یا واقعیه میخوایم بیایم باهاتون بچه ها چیز باشیم. میخوایم این واقعا آقا سخت تشخیص دادنش کیکه یا واقعیه یا نه چیه قضیهش، چون دوستمون احساس کنم بیشتری ها رو اشتباه داره پیش چیزی درست نبود بچه ها اینجوری. آره میگه درست نبود بچه ها، میگه ای که واقعیه. بریم واسه وایرال شدن ما بریم ما چیزی رو وایرال بریم. خب ببینیم اولیش چه تمام نمیشه. بین این 4 تا کدوم کیکه؟ سومی. من میگم سوم. دیدی اینو؟ آره. اولی دومیشو دیدم. من که خواستم ببینم چه ویدیوییه. باری که درست گفتی سومی. حالا الان خوبه دومی خیلی نشون بده. نه اون قشنگ یه خود سیبه دیگه. گاز بزنی. سه نکنه اشتباه دیده بودم. نه کیکه خدا شکر درست دیده بودم. برو بریم دومی. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم این کدومه؟ 2 4 6 تاست. بین این 6 تا این پایینی سمت چپ یه جوریه. این آره من میگم این بالایی اولی. از بالا اولی. دو تاش چیزن. آره چیزه. این دو تا همش بزرگتره. من میگم بالا. آره یه خورده این کجی کوله آخه ببین اینش یه خورده جوجوتره. اینم همینطوره. اینم همینطوره. آره اینش منظورمون اونشه. فهمیدین؟ خیلی ساده. بله باریکلا فعلا هیچ کسی از کسی جلو نیفت. نه برای اینکه تونستیم. فیک کینگ. بعدی برو بریم سومی. خب اولی که دیده بودی؟ نه خودت ما اولی دیده بودم. موز بالا سمت چپ. من میگم بالا سمت راست. خب اینم 2 تاش کیکه. این چرا حالا 2 تا میده؟ شاید بکنم همین 2 تاست چون یه خورده پوز کجی داره. آره انگار پیرن. بذار ببینیم چقدر طولانی طول میکشه تا بیاد. استرس دارم. بله کیکه. ببینیم بقیه بچه ها. ببینیم شما همینجوری پیشنهاداتتون نظراتتون رو بدین دیگه چجوریه به نظرتون، کدوم بوده کدوم نبوده. 4 بسم الله الرحمن الرحیم. این 2 تا کیکن. من میگم این بیکناش. اون بالا سمت چپ چی؟ نونه. آره من میگم بیکنش کیکه. اون 2 تا. این تخم مرغ پایین چپ تخم مرغ چپی کیکه. اصلا همش کیکه. من به این فکر نکرده بودم میتونه همش که یعنی حتی تا قاچق چیزای چنگال و چاقو هم کیکه. بده مگه از وسط بهش گفت. آره فکر میکنه بهش همش کیکه. همش کیک بوده. کیکه نه واقعیه. زیر ظرفش واقعیه. آره خب تخم مرغش خیلی تابه. آره یه خورده بیکنش هم همینطور. پنجمی. خب ای وای این سر. این من میگم بالای سمت راستی کیکه. این هم میتونه باشه نمیدونم. من میگم قرمز سمت راستی بالا. منم فکر کنم هم نه من پایینی سمت چپ. پایینی کلا این سبز. آره بزرگه. آره استرس خیلی اصلا مجازات هم چیز نکردیم. مجازات نداره. پس استرس هم چند استرس که اون کیک بود. مجازات میذاشتی؟ آبروم رفت. این بدترین مجازات تاریخه. کیک خوشمزه بده بخوریم. نمیخواستی؟ ای بابا 6. ببینیم 6 این چیه؟ چقدر افه کیکه. These are the kind of shoes you don't want anyone near your feet. نه این واقعیه. من میگم کیکه. از چیزاش میگم بنداش. این مخصوصا چپیه. حالا راستیه شاید
واقعیش باشه ولی چپیه کیکه. نه به نظر من تو میگی واقعیه؟ کیکه. آره فکر کنم این کیک بود دیدی؟ نمیدونم اون یکی رو مشخص نکرد. نه اون واقعیه. اون واقعیه. آره. خب بریم شما هفت. هنر باحالی ها اینجوری داره بتونی کیک کنی. ای وای چه چیز زشتی. همش کیکه. چقدر چربیه. اندازه توپلن. آره دیگه من مخصوصا مثلا وسطی کیکم. و بعد سمت سفیدی‌های چربیشو خیلی مثلا تابلو در آوردی. خیلی بانمز. آره با نظم و این ترتیب یک جا نشسته. خیلی تایمش زیاده. آره حالا آره. این که 100% کیکه وسطی. ولی کلا که او چپیه یعنی کیک نبود. دروغ میگه اونم کیکه. این زیرش نگاه قهوه‌ایه. کیکه همش کیکه. خب این هم همش بوده پس. برو بریم. بریم. این هم یه مدل دیگه شون تا. آره. اوه ریل اور کیک. تایمر پایینش خیلی رو. واقعیه یا کیکه؟ میخوای پاسشو کیکه. بزنم. من میگم واقعیه. کیکه. کیکه. پدست. خیلی تابلو بودی چیزایی روش. چیزای روش نیست باعث بره. این کیک. آره این کیکه. حالا واقعی در میاد دوتایی. از بگم تو عکس یکم. کیک. حتی آب توش، کیک. قهوه توش، ربری توش. کیک. واقعیه. کیکه. کیکه. من میگم اینم کیک. چون نگاه این پیت پیت پیت. خب میگفتی چرا؟ دلیل اینکه واقعی بود کیک بود. از تو چیز در آورده اصلا آشغال. کی واقعیه کیکه؟ پرادا 14 کیکه. آره پرادا 14 باشه. کیک واقعیه. نمیدونم چیه حالا چی داریم که کفشاش کیکه. بچه چجوری روش وایساده بود؟ له نشد کیکه. کیکه. این واقعیه. فیکه. نه دیگه کیکه. بابا خطش کجگوله است. اشکال نداره. تو خدا. بله خدا شکره. خب کیکه. دستاش کیکه؟ این دستش کیکه. آره اون دستش هم کیکه. این کیکه. اگه میخواد اون زیری ها رو ببره دستاش ولی کله خوب دیدی انگاششو خورد دیدی این واقعیه. بچه ها شما نظر بدین این چیه واقعیه؟ واقعیه. واقعیه. انزیر بود انزیر. کیک. ببینم من لوی ویتو میدونی چون 19 تا از این آتا رو برای تو خریدم. کیکه. بله میدونی من تو لوی ویتو خوابیدم. کیکه. این که 100% کیکه. مقصد جعبهش. آره. جعبه. اون اینا واقعی هم. واقعیه آره. معلوم میفهمم پسر چرا قهنگ بود. زندگی چرا اینقدر براش همیشه تعجب. کیکه بابا. میگن آقا تا کسی تجربه نکردین اذیت نکن. با پاهای نه با کفش کسی پاتر تا کفش کسی نکردین. این چیه؟ کیک. امیدوارم کیک باشه این مثلا. واقعیه. اینقدر نمیخواست بوم. طرف خیلی وحشی. کیک. این 100% کیک. چقدر زشته این بابلش. خیلی اصلا تابلو. حالا همسن جفتمون زایه شدیم. نه خدایی تابلو. نه دیگه حالا اون پلاستیکه کیک چیزم بود طالبی. واقعیه دیگه تو رو خدا واقعی باش. واقعیه. اگه نکنم به چشمام اعتماد نمی کنم دیگه. به چشمات اعتماد نکن. فاطمه هم خدایی چی درست کردن اینا. هنر. این آماده است واسه چیز این واقعیه. اینجوری کیک اینجوری که من چیز کیکه. هر چی بالا دیدیم تو کیک بود. واقعی بود. چی بود؟ آب آلو بود. این لیموه کیکه.
سوسه سوسه کیک سالاد هم که کرفسه کرفس واقعی کیک دیگه. حالا بدون موضوع دیدی آها ایوه گفتم بدون موضوع اصلا میره اون درخت پشت سر گل. این واقعیه. بچه‌ها به نظر شما چیه؟ من دیگه نظری ندارم. واقعیه. واقعیه دیگه قدر می‌بره. خیلی روحیه خشنی داره. خیلی آرو هم می‌بره. این چیه؟ مثلا این واقعیه. لازانیه کیکه. کیکه؟ من میگم کیکه واقعا. ظرفش یکم اورجینال کیک. کیک. کیک شریده نه به نظر نگرفتیم. راستی کیکه. راستی کیکه. چپی هم کیکه. الان می‌بینی چپی. کیکه. راستی واقعی. راستی کیکه. به دست کیک. فکر نمیبره. کیک. سر لجبازی هم که باز شده. کرده این معلومه کیکه. پس واقعیه. اگه تو میگی کیکه. نه کیکه. واقعیه. من گفتم که بغلته. نه واقعا چقدر بابا مغز آدم به این کیکه. بعد دوربین میذاشیم اینجا. چرا؟ ای کیکه. کیکه واقعا. کیکه. خودش کیکه. نه این واقعیه. کیکه. واقعیه. کیک بود. بادمجون. این کیکه. این چیزایی روش خیلی تابلوه. واقعیه. چون چیزایی روش خیلی تابلوه من میگم واقعی. کیک بود. غلط بود. رنگ باقالی هم. کیک شده. آره. کیک دیگه به دست چیه پس ما رو اسکول کرد دیگه داره یا حوصله‌اش سر رفته بود کیک می‌زنه. آره دیگه الان زیرش بادکنک روش اسپری زده. خب بعد نه هیچ حالی نبود. خیلی کیک نبود. دایمون کرد. کیک نوشته هاش واقعیه. ایفای واقعی نوشتهش از زشت. کمپانیش چیه؟ زنگ بزنم. همش هم استفاده کرده. این که واقعیه. نه اینجا چیز داره کیکه. اینجا چی رفته. شاید عقب موندن کلاش رفته تو. واقعی بود. دیدی من گفتم واقعیه؟ نه بابا واقعی نیست. توپه حتما. چه تندونه زشتی بود. نه کیک بود. دروغ نمیگه. این چیه؟ قیریه. کیکه. واقعی نه دیگه کیک دیگه حتما دستش توالت فرنگی وقتی این چه زندگی نجسیه اینا دارن همه چیشون کیکه. خیلی رویاتشون وحشی و خشنه اصلا یه جوری هم. همه چیشون آخه چجوری کیکری کی وقت میکنن اینو کیک کردن تو فر. جدی اینو چجوری چپونده توی یه جا پخته. چیز بزرگه. خب بچه‌ها من بردم. این هم از کیکو چیزمون واقعیمون بود. شما بنویسید تو کامنت ها. ما اول چپ و چوله اشتباه گفتم. سخت آره البته در حد میشه فهمید. آره یه سریاش سوتیای ریزی داره. آره خب خیلی باحاله. دمشون گرم. هنر خیلی خفنیه به نظر من. اگه کسی تو ایران اگه از بلد بچه‌ها برام زیرو تو کامنت بنویسین کی بلد این کارو. برام بفرستین. آره که بریم باهاش ویدیو بسازیم حداقل کیک واقعیه رو از هموطنمون بگیریم. بله. خب نظراتتون رو بذارین، کامنتاتون رو بذارین ببینید چند تا رو شما بگید درست گفتین. لایک، سابسکرایب، زنگوله، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. چکلپا، اینا همه این کارا رو بچه‌ها لطفاً انجام بدین اگه حال کردیم با ویدیوهای ما. چی؟ گفتم کنید تو خدا. موضوع خودتون باشین. تا ویدیو بعدی. بای بای. خدافظ. خدافظ.